دوستای عزیز دلم، توی این اسلاید میخوایم قشنگ براتون جا بندازم که مفعول مستقیم و غیر مستقیم رو چجوری تشخیص بدیم. دوستان ببینین، مفعول مستقیم کلمه‌ایه که در جواب پاسخ به سوال چه کس را و چه چیز را میاد. مثل چی؟ علی غذا را به زهرا میدهد. علی چه چیز را میدهد؟ غذا را. پس غذا میشه مفعول مستقیم ما. و مفعول غیر مستقیم کلمه‌ایه که در پاسخ به سوالات به چه کسی، برای چه کسی و برای چه چیزی میآید. علی غذا را به زهرا میدهد. به چه کسی؟ به زهرا. پس زهرا مفعول غیر مستقیم ما هست. دوستان هر جایی که نتونستین تشخیص بدین مستقیم و غیر مستقیم کدوم هست، لطفاً به این دقت بکنید که برای مستقیم در پاسخ به سوال چه کس را و چه چیز را هست که را رو هم با خودش داره، حالا به صورت مستتر یا به صورت اینکه شما میتونین ببینین. و برای غیر مستقیم در پاسخ به چه کسی، برای چه کسی و به چه چیزی هست. خواهش میکنم ازتون این نکته رو توی ذهن خودتون داشته باشین که خیلی راحت بتونید توی هر زبانی تشخیص بدین که مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم شما کدومه. خب عزیزای دل من، حالا که یاد گرفتیم مفعول مستقیم و غیر مستقیم و چه شکلی ما تشخیصش بدیم، بریم سراغ این جمله. او یک کتاب خرید. خب او یک کتاب خرید. آیا اینجا ما یک مفعول داریم یا دو مفعول داریم؟ ما یک مفعول داریم، یک مفعول مستقیم. او خرید چه چیز را؟ کتاب را. در واقع پس کلمه کتاب مفعول مستقیم این جمله است، چون در جواب چه کس را و چه چیز را اومده. خب حالا یه جمله دیگه. علی کتاب را برای زهرا خرید. ما اینجا چند تا مفعول داریم؟ دو تا. یکی کتاب را، یکی برای زهرا. پس علی کتاب را خرید. چه چیز را؟ کتاب را. علی برای زهرا خرید. برای چه کسی؟ برای زهرا. پس دوستان دقت بکنید، کتاب مفعول مستقیم هست و زهرا مفعول غیر مستقیم جمله، چون کتاب در جواب چه چیز را میاد و زهرا در جواب چه کسی، به برای چه کسی میاد. اوکی؟ خب امیدوارم کلی لذت برده باشید. باز هم به اسلایدهای بعدی دقت بکنید که کاملا براتون جا بیفته. خب دوستای عزیز دلم، میایم که مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم رو در یک جمله دیگه با هم دیگه بررسی بکنیم. دوستان یه نکته خیلی خیلی مهم رو من از اول اسلایدهای میخواستم بهتون بگم، فراموش کردم. دوستان ببینین، یادگیری هیچ زبانی به هیچ وجهی سخت نیست. در واقع ما با زبان جدیدی که داریم یاد میگیریم مسئله و مشکل نداریم. ما با زبان فارسی و مادری خودمونه که مشکل داریم و شناختی از ارکان جمله نداریم. چون اگر ما این شناخت رو حاصل بشه برامون و کسبش بکنیم، ما خیلی راحت توی زبانهای دیگه میتونیم فاعل رو تشخیص بدیم، مفعول رو تشخیص بدیم، فعل رو تشخیص بدیم، صفت کدومه، قید کدومه. در واقع ما اینها رو توی زبان مادری خودمون بلد نیستیم. ما آکادمیک اینا رو یاد نگرفتیم. به خاطر اینکه زبان فارسی زبان مادریمون بوده و همینجوری رفتیم جلو و کودک بودیم و همه چیزو یاد گرفتیم، ولی کسی به ما توضیح نداد که این چیه و اون چیه، مگر اینکه کسانی دنبالش رفته باشن. به خاطر همینه که کسایی که یک زبان رو بلدن دومی براشون آسان‌تر میشه، سه چهار تا رو بلدن پنجمی، ششمی، هفتمی زبان‌های دیگه براشون خیلی آسان‌تر میشه. چرا؟ چون اساس ساخت جمله رو یاد گرفتن، چون یاد گرفتن که اصلا چی کجا به کار برده میشه و جایگاه مثلا فعل کجاست، جایگاه مفعول کجاست، حداقل میتونن حدس بزنن. خب دوستان بریم سراغ این اسلاید. علی توپ را از رضا میگیرد. فعل ما که عملی که انجام میشه عمل گرفتن هست که مشخصه که فعل گرفتن زمان حال صرف شده. کسی که توپ رو میگیره فاعل و انجام عذرخواهی میکنم، درسته، کسی که توپ رو میگیره علی هست که علی توپ رو میگیره که فاعل و انجام دهنده کار هست. درسته؟ توپ را چه چیز را؟ توپ را مفعول مستقیم ما که مشخصه که را هم باش اومده و مفعول مستقیم ما مشخص هست که چیه. حالا از رضا، از چه کسی، مفعول غیر مستقیم ما که انسان هم هست و اسم انسان هم هست. خب پس رضا یک دهنده میشه که توپ رو میده به علی و علی یک گیرنده میشه که توپ رو از رضا میگیره. یعنی ما همیشه در جملاتی که مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم داریم یک دهنده داریم، یک گیرنده.
مثل خوردن، غذا خوردن، غذا رو خوراندن به کسی هست که اون غذا رو بخوره. ما غذا رو میدیم، کسی هست که اون غذا رو بخوره. ما توپ رو میدیم، کسی هست که اون توپ رو بگیره. خب دوستان، یعنی در واقع فعل ما 2 مفعوله هست. خب ما 2 تا مفعول داریم در همچین جملاتی که یکیش میشه مفعول مستقیم ما، یکیش میشه مفعول غیر مستقیم ما.